وقتتون بخیر باشه. روی سخنم با اون مادون حیوانا یا اون آدمای بیشعوریه که مثل عقده‌ای‌ها رانندگی میکنن، انگار یه خر داره چسبونده خودشو کلهشو به کون خر جلویی داره بو میکشه، میاد میچسبونه نور بالا توی جاده. آقا شاید طرف مریض داره، زن و بچه‌اش، امنیتش، میاد هول میکنه، چپ میکنه، تصادف میکنه. همین احمقایی مثل شما جون بقیه رو به خطر میندازن. یه ذره فرهنگ کاری نداریم، طرف شاسی بلند داره، تو هر ماشینی یه همچین احمقایی رو میشه دید. آخه حیف نون، مثل آدم رانندگی کن. این همه عجله کجا میخوای بری؟ این همه دویدی به کجا رسیدی؟ چی شد؟ آبو میپاشی میبینی جلو چاله از آب، میپاشی رو آبه، میبینی جلو چاله از آب، میپاشی رو ماشین جلویی، طرف دیدشو از دست میده میره تو گاز ری. بابا یه ذره مثل آدم، یه ذره فرهنگ از ماست که بر ماست. بعد طرف ناله میکنه چرا وضعیت مملکت. بابا امثال تو مملکتو به گند کشیدن، امثال تو مادون حیوان عقده‌ای تازه به دوران رسیده به گند کشیدن همه جا.